مواظب باشید بچه شما یه CD خامه و شما باورهایی که دارید و دارید بهش نشون میدید، اون بچه ناخودآگاه همه اون باورها رو دانلود میکنه. تصمیم گرفتم بر اساس تجربه کاری که توی این سالها در اتاق مشاوره داشتم، یک سری از مجموعه ویدیوهای آموزشی رو و کوتاه رو در خدمتون باشم و سوالات مشترکی که معمولاً مراجعین مطرح میکنن رو در حد امکان و خلاصه برای شما اینجا مطرح کنم و به جوابش بپردازم. یکی از مهمترین سوال هایی که در واقع همه ما در یه مقطعی از زندگی باهاش روبرو بودیم این هست که چگونه میتونیم فرزندان خوب، موفق و سالمی رو تربیت کنیم. همونطوری که خودتون میدونین متاسفانه تربیت فرزندان مهارتی است که ما خیلی آموزش‌های رسمی نمی‌بینیم و یکی از مهمترین و اساسی ترین وظایفی هست که ما به عهده می‌گیریم. برای اینکه به این سوال جواب بدیم در واقع میشه گفت که هزاران کار ریز و درشت ما در طول روز میتونیم انجام بدیم که فرزندان خوبی رو تربیت بکنیم، ولی امکان این که بپردازیم به همه اونها متاسفانه تو اون ویدیوها نیست. اما اگه بر اساس تجربه خودم هم به عنوان مشاور و هم به عنوان یه مادر بخوام به این سوال بپردازم، در واقع میتونم به جرئت بگم یکی از اساسی ترین مسائلی که میتونه به تربیت کودک و نوجوان کمک کنه و اونها رو در واقع به عنوان یک انسان‌های موفق و سالم از نظر روانی و کسانی که بتونن از توانایی‌های خودشون استفاده بکنن کمک کنه، دو تا بحث اصلیه. یکی توی مجموعه باورها قرار میگیره و یکی توی مجموعه ارتباطات. منظور از باورها و ارتباطات اینه که من و شما به عنوان والدین در واقع اگر بخوایم پایه های اساسی تربیت رو برای بچه هامون برنامه ریزی کنیم و پایه گذاری کنیم، دو تا اصل رو باید در نظر بگیریم. یکی اصل این که کمکشون کنیم که باورهای مفید، مثبت و سازنده داشته باشن و نگاهشون به زندگی نگاه مثبت و سازنده‌ای باشه که اون نگاه در واقع برگرفته از باورهایی که داره. و مسئله دوم بحث نوع ارتباط سالم و نزدیکی هست که ما با بچه‌ها برقرار می‌کنیم. از نظر من این دو پایه‌های اساسی یک در واقع شخصیت مفید، سالم و موفق رو تشکیل میده. برای اینکه به بحث باورها بپردازیم و اینکه چطوری من و شما به عنوان والدین میتونیم در آموزش اون باورها به فرزندانمون کمک کنیم، باید یک اشاره کوتاهی به سیستم مغزی بشر و سیستم آموزشی داشته باشم. همونطوری که میدونید مغز انسان یکی از پیچیده ترین بخشای وجودی انسانه و شاید بشه گفت یکی از پیچیده ترین بخشای این جهان به حساب میشه. در واقع مغز ما بیلیون ها جزء داره که هر جزئی مسئول یک کاری انجام وظیفه خاصی هست. اما برای اینکه به حساب به خاطر اینکه این ویدیو کوتاه و خلاصه هست، اگه بخوایم به طور خلاصه به مغز نگاه کنیم و ببینیم چطوری توی تربیت بچه هامون میتونیم ازش استفاده بکنیم، من میرم از تعریفی که آقای دکتر پیترز از مغز داره اشاره میکنم. ایشون معتقده که مغز رو میشه به 3 بخش اصلی تقسیم کرد. یکی بخش کامپیوتر مغزه، یکی بخش در واقع انسانی مغزه که یا بخش منطقی مغزه و یکی هم بخش شامپانزه به از نظر ایشون که و یا بخش احساسی مغزه. پس مغز انسان رو میتونیم در یک نگاه کلی به مغز احساسی، مغز انسانی یا منطقی و کامپیوتر در واقع تقسیم کنیم. باورها در واقع توی اون قسمت کامپیوتر مغز قرار میگیرن و وقتی که این باورها اونجا قرار میگیرن تبدیل میشن به
سیستم ناخودآگاه و به صورت اتوماتیک در طول زندگی ما نقش خودشون رو بازی میکنن. حالا صحبت اینه که ما چطوری میتونیم به این باورها کمک کنیم که باورهای درستی رو برای بچه هامون ایجاد بکنیم. ببینید تا سن 2 سالگی بیشترین قسمتی از مغز که فعاله و در واقع داره انجام وظیفه میکنه همون بخش احساسی مغز یا بخشی که ما با شامپانزه ها خیلی مشترکش داریم. در واقع وقتی که به بچه میگی کاری نکن یا با احساس به جواب میده، وقتی کاری رو بهش اجازه میدی انجام بده با احساس به جواب میده. اما از 2 سالگی تا 7 سالگی مغز انسانی شروع میکنه به تصویر برداری و اطلاع جمع کردن. به نوعی از 2 سالگی انگار که بچه های ما یه CD خامی دارن که میتونن برنامه‌های متفاوت رو روی اون CD در واقع اینستال بکنن، بذارن و چون بیشترین ارتباط رو با والدین دارن، با اعضای درجه یک خانواده دارن، این برنامه‌ها اونجا دانلود میشه، این برنامه‌ها روی مغز قرار میگیره و قسمت کامپیوتر مغز از اون تجربه ها، از اون آموزش ها یاد میگیره. پس در جواب به این سوال که چطوری میتونیم کمک کنیم که بچه هامون موفق باشن، جواب من اینه که یکی از اصل‌های اساسی اینه که شما باورهای درست رو به این بچه ها آموزش بدید. در جواب این که چطوری این باورها رو به بچه ها آموزش بدیم، توصیه من اینه که خیلی مراقب باشید که چه رفتاری رو شما جلوی بچه تا سن 7 سالگی انجام میدید، چه باورهایی رو بهش آموزش میدید. اگر بچه توی خانواده بزرگ بشه که والدین دائم دارن این بحث رو مطرح میکنن که به کسی اعتماد نکنید، هیچ آدم دیگه‌ای دور و بر شما قابل اعتماد نیست و این باور در واقع بچه این رو دانلود میکنه، توی سیستم کامپیوترش هست، اونجا به صورت ناخودآگاه توی تمام زندگی همراه بچه خواهد بود. به عبارت دیگه هیچ رفتاری من و شما انجام نمیدیم که یه باور زیر مجموعی اونجا براش وجود نداشته باشه و برای اینکه رفتار درست رو داشته باشیم و از خودمون نشون بدیم، در واقع اون باور زیربنایی مهمه. این باور زیربنایی و به حساب این مغزی که پروگرام میشه که به یه مدل کار بکنه، اون پروگرام ها رو عملاً و بیشتر از 2 تا 7 سالگی از خانواده میگیره. منظور من این نیست که از 7 سالگی دیگه قسمت کامپیوتر مغز برنامه جدیدی رو دانلود نمیکنه. چرا؟ ادامه پیدا میکنه، ولی بیشتر باورهای اساسی که میرن توی قسمت ناخودآگاه در واقع طبق مطالعاتی که شده تا سن 7 سالگی اتفاق میفته. در یک عبارت کوتاه مواظب باشید بچه شما یه CD خامه و شما باورهایی که دارید و دارید بهش نشون میدید، اون بچه ناخودآگاه همه اون باورها رو دانلود میکنه و وقتی که لازم باشه که در واقع در شرایط خاصی قرار بگیره، اون باورها رو در میاره و بر اساس اون باورها رفتارش رو انتخاب میکنه. در ویدیوهای بعدی راجع به بعضی از باورهای اساسی که توی موفقیت بچه ها تاثیر خواهند داشت با هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. به طور خلاصه برای داشتن و پرورش کودکان و نوجوانان موفق ما باید مواظب باشیم که چه باورهایی رو به اونها نشون میدیم و چون اون باورها در واقع اساس رفتاری هست که اونها در آینده از خودشون نشون میدن. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و لطفاً دکمه سابسکرایب رو بزنید تا ویدیو هم بیشتر دیده بشه و هم کانال ما رو ساپورت کنید که من بتونم بیشتر در خدمتتون باشم. روز و روزگار خوش.